در روز قیامت همه سینه ها، خصوصا در قبر همه سینه ها از بین می رود، همه قلب ها از بین می رود. کرم ها و گزنده های قبر به سراغ قلب هر انسان می آید. خاک با طبیعتی که داره به سراغ قلب هر انسان می آید. اما صدها سال، هزارها سال ما در قبر میمانیم، اما در خانه ها ده ها سال زندگی میکنیم. در خانه های مفشن و زیبایی که ما داریم، در قصرها و بلند منزل هایی که این امت ساخته، ده ها سال کم و کوتاه زندگی میکنیم، اما در قبرها صدها سال میمانیم. همه سینه ها از بین میرود، همه سینه ها را خاک میخورد، همه سینه ها تومه حریق خاک می شود، مگر سینه این حافظ جانایی که قرآن را حفظ کردن و این سینه محفوظ و مأمون می ماند. به خاطر این که این سینه کمالش چیست، قوت این سینه چیست؟ این سینه کتاب بزرگ و عظیم و پاک را جا داده که همانا کلام پاک رب العالمین صرف برای نجات تمام انسانیت آمده.